روزدار در حدیث آمده للصائم فرحتان، برای روزدار دو تا شادیه. یک شادی که یه شادی موقع افطاره، اینو که میخوره این آب با آبهایی که قبلا میخورده یه تفاوت داره. قبلا فقط آب بود و برای نفس بود، اما حالا این آب نه تنها طعم آب میده، طعم دوستی الله میده، طعم رضایت الله میده. اون موقعی که دیدید روزدارا افطار چه لذتی موج میزنه سر این سفره افطار، هیچ سفره انقدر لذت نداره والله قسم. تجربه کردید شما عزیزان، هیچ سفره‌ای در دنیا این لذت رو نداره که سفره افطار داره. چرا؟ چون سر این سفره در حالی نشستی که هم نفست میخوره میگی به به، هم از اون طرف میگی الله راضی شد، نفسم تابع امر الله کردم، تلاش کردم بنده خوبی برای الله باشم، امروز نه تنها آب به دست آوردم، الله رو به دست آوردم، رضایت او رو به دست آوردم، روح و روان درون سروری داره غیر قابل وصف. در یک خانه یک کس نماز نمیخواند، خوب دقت کنید، در میان قوم یا در میان خانه، در میان جماعه یک انسان نماز نمیخواند و اهل اون خانه، اون جماعه که اونجا هستن، دست اون بنده‌ای که نماز نمیخواند نمیگیرن و او را به سمت نماز تشویق نمیکنن، او را به سوی نماز ترغیب نمیدهند. اولین عذابی که خدا بر اینها میآورد چی است؟ اولین بلایی که به اینها میآورد چی است؟ میفرماید اول عقوبتهم ان ينقص من ارزاقهم. اولین مصیبت و بلایی که خدا به این خانه میآورد رزق این خانه را کم میکنه. امروز بعضی‌ها میگن جناب خب ما برکت داشتیم، دکان خوب کار داشتیم، الان هیچی در خانه ما نیست، برکت زندگی ما رفته، در حالی که نه پسرش نماز میخوره نه دخترش نه زنش. از کجا بیاید رزق؟ ابو خلاد رحمت الله علیه فرمود اگر بخواهی برکت در خانه تو بیاید، برکت به فرزندت بیاید، دسترخوانت پر از غذا باشد، تو مستغنی باشی. 4 تا عمل در رمضان در کنار اعمال دیگه خیلی تاکید شده. یک، روزه رمضان. 2، قیام شبهای رمضان، روزه روز رمضان و قیام شبهای رمضان. 3، تلاوت قرآن و 4، انفاق.